عزیز ببخشید شما خودتون رو معرفی کنید لطفا. حتما. سلام، من منصور ذهبی هستم که تو قبرس الان مدت نزدیک به 7 سال هستم که 3 سالش رو توی بازداشت. الان به چه دلیل تشریف آوردید جلوی پارلمان قبرس؟ اومدم که خواستم بگم که چرا دولت به هیچی رسیدگی نمی‌کنه. من مدت 3 سال توی بازداشت بودم. بازداشت به خاطر ویزا بود، فقط به خاطر دیگه‌ای که نه نداشت. بازداشتگاه، یعنی بازداشتگاه منو نگه داشت. به خاطر اینکه کیستون بسته شد. سال 2006 تو بازداشتگاه بودم. سال 2007 بود که به عنوان اعتراض توی بازداشتگاه رفتیم بالای دیپوزیت آب، به مدت 5 روز به ما آب ندادن و که از تشنگی داشتیم میمردیم که شاید درست نباشه. خیلی از بچه‌ها ادرار خودشون هم نوشیدن، از تشنگی نوشیدن، که این بزرگترین واقعه‌ای بود که سال 2007 ما توی زندان بلوک 10 بازداشتگاه بلوک 10 انجام دادیم و سال 2008 آزادمون کردن. آقای وزیر کشور ما رو آزاد کرد و دوباره در سال 2010 دستگیرم کردن، بازم به همون دلیلی که چرا پاسپورت نداریم. دوباره نزدیک به 11 ما بازداشت بودم که الان 2-3 روز آزاد شد. 2-3 روز آزاد شد. الان وضعیتتون چی هستش؟ هیچ کاغذ درستی نه. کاغذی دادن که هیچ جا بهم کار نمیدن با اون کاغذ و نمیتونم خودم اون منش بکنم با اون کاغذ. نمیدونم چیکار بکنم. بسیار خوب. لطفاً میخوام از همه سازمان‌های حقوق بشری، از همه ارگان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری که حمایت کنن ما رو. ما راه برگشت به ایران رو نداریم. 3 سال چرا تحمل کردم؟ بیماری روحی گرفتم، بیماری‌های جسمی مختلف گرفتم در اثر بازداشت غیر قانونی که هیچ قاضی حکم نداده بوده توی بازداشتگاه. میخوام که از ما حمایت کنن، از همه ایرانیایی که بیگناه توی زندان‌ها هستن بیان حمایت کنن. حمایت می‌کنم. خیلی متشکرم.